سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با هم دیگه می‌خوایم امروز در مورد بازی سازی حرف بزنیم. خیلیاتون فکر می‌کنید به احتمال زیاد که حتما بازی سازی نیاز به خیلی از افراد زیادی داره. خب این کاملا درسته. مثلا بازی بزرگ کلی افراد دارن که بخش بندی میشن و هر کدوم یه کاری انجام میدن. ولی یه سری بازی هستن اگه شنیده باشین ایندی گیمز. اینجور بازی‌ها معمولاً خیلی افراد کمی روش کار میکنن و حتی تک نفری روش کار میکنه، یعنی یه نفر فقط روش کار کرده. مثل بازی‌هایی مثل سوپر هات و آندرتیل. به طور ساده بخوام توضیح بدم، کلاً بازی‌سازی به دو تا بخش تقسیم میشه. یکی در واقع برنامه سه‌بعدی ان که باید در واقع اسست درست کنی و بعد این اسست ها رو اسمبلی کنی و اکسپورت کنی توی گیم انجین. ما اول میریم سراغ برنامه سه‌بعدی. برنامه سه‌بعدی واسه کسایی که میخوان بازی از اسکرچ شروع کنن، یعنی خودشون میخوان کل بازی رو بسازن. حالا بستگی داره تعداد کمی میخوان روی این پروژه کار کنن یا که تک نفری طرف بخواد این کار انجام بده. حالا این اسست ساختن به چند بخش تقسیم میشه. اولیش که مدلینگه که میشه گفت وقتگیرترین بخش این در واقع قسمت بازی سازیه که کسایی که میخوان حالا بازی بسازن خب خیلی وقتشون رو میاره بخوان تمام مدل ها رو خودشون بسازن. فکر نکنم کسی بخواد این کارو کلا انجام بده. اگه بخواد به صورت خیلی تعداد کمی بخواد روی بازی کار کنه، خب میتونن خیلی از مدل‌ها رو یا تو اینترنت بخرن یا دانلود کنن به صورت فری. کلا مدلینگ توی بازی سازی خیلی خورده فرق داره با بقیه، مثل معماری و نمیدونم انیمیشن و اینجور چیزا. توی بازی سازی باید در واقع شما مدل‌هایی بسازین که لو پالی باشه، یعنی تعداد پلیگان کمتری داشته باشه و اونو که الان یه بخش دیگه از مدلینگه در واقع بازی سازیه و واسه اسست ساختنه بیکینگ. یعنی شما بیکینگ یعنی چی؟ یعنی شما مدل رو میسازید لو پالی و با استفاده از یه سری از مپ ها در واقع مش نورمال هاشو بیک میکنی و اونو تبدیل حالا شبیه یه های پالی میکنی، ولی اون مدل در واقع لو پالی و پلیگانای کمی داره. با استفاده از اون بیک و اون نورمال ها تونسته اون شکل های پالی رو خودش بگیره. بخش بعدی اسکالپینگه. واسه کسایی که بخوان تو بازیشون حالا یه کاراکتر در واقع داشته باشن تو بازیشون، اسکالپینگ رو میشه مثلا گفت که همون طرف همون کاراکتر رو باید اسکالپ کنن، یا اینکه اون کاراکتر وقتی لباس داره اون لباس رو اسکالپ کنن. همه اینا توسط اسکالپینگ انجام میشه که حالا میتونین برنامه خیلی مختلفی هست. میتونین از خود مثلا برنامه سه‌بعدی که استفاده میکنین از بخش اسکالپینگ استفاده کنین که من فکر نکنم برنامه‌ای به جز بلندر بتونه هم مدل کنه و هم اسکالپ کنه. توی مکس و اینا خیلی توی اسکالپ کنه ضعیفن. حالا کسایی که میخوان خیلی به حرفه‌ای دیگه کار کنن میتونن برن با زیبراش کار کنن. و اینکه یه دونه ویدیو هم در مورد بهترین برنامه‌های اسکالپینگ من آپلود کرده بودم، اگه می‌خواید ببینین بالا میاد برین نگاه کنین. بخش بعدی یووی آنرپینگه. یووی آنرپینگ اگه خوب انجام بشه خیلی نتیجه خوبی پیدا می‌کنین، چون هم برای بیکینگ شما از یووی آنرپینگ باید استفاده کنید، یعنی قبلش حتما باید مدلتون رو یووی آنرپ کرده باشین تا بتونید مدلتون رو بیک کنین و هم بتونید بهش تکسچر بدین که تکسچر هم جزء یکی از بخشای دیگه اسست ساختنه. شما اگه یووی آنرپینگ خوبی نداشته باشید، نه تکسچرتون میتونه ظاهر خوبی پیدا کنه رو مدلتون و نه بیکینگتون میتونه در واقع نتیجه خوبی داشته باشه واسه مدلتون. و مورد بعدی و مورد آخر ریگینگ و انیمیشن که اونم باز بستگی داره به همه چی. در واقع شما هر جسمی بخواید حرکت بدین، نمیدونم کاراکترتون میخواین حرکت بدین و اینا همین نیاز به انیمیشن ریگینگ داره. شما بتونین خوب ریگینگ کنین، خوب مدلتون رو ریگ بندی کنین تا بتونین یه موومنت خیلی ریالیستیک داشته باشین. خب حالا تمام بخشای مثلا اسست ساخته شد، مدل کردین، یووی آنرپینگ کردین، اسکالپ کردین، همه کارا رو انجام دادین. حالا باید ببینید چیکار کنین. باید مدل اکسپورت کنین در واقع توی گیم انجین. گیم انجین چیه؟ در واقع میشه گفت که مثل رئیس میمونه تو کامپیوتر که به اجزای کامپیوتر میگه که در واقع چطوری رندر گرافیک بگیرین و چطوری صداها رو رندر بگیره. گیم انجینای خیلی زیادی وجود داره که شما میتونید باهاش کار کنین. مثلا به طور مثال بازی‌های مثل هالف لایف یا کانتر استرایک که خیلی معروفن، اینا در واقع روی موتور انجینی گیم انجینی به نام سورس انجین در واقع اجرا میشن. واسه همینم اگه ببینید هم گیم پلی و هم از لحاظ گرافیکی این بازی‌ها خیلی شبیه هم هستن. حالا سوالی که اینجا به وجود میاد، ما باید از کدوم موتور انجین و گیم انجین استفاده کنیم؟ خب یه جورایی میشه گفت که بستگی داره به خودتون. اگه کلا می‌خواید بازی 2D بسازین
من پیشنهادم اینه که گیم میکر استفاده کنیم، چون کلا بیس این برنامه و این گیم انجین روی بازی 2Dه. بازیایی مثل همین آندرتیل و اینکت اینا در واقع بازی 2D ان و توسط گیم میکر ساخته شده. گیم انجین بعدی یونیتیه که 100% همتون میشناسین. این گیم انجین در واقع میتونه هم بازی‌های 2D رو باش درست کنین و هم میتونین بازی 3D رو باش درست کنین. با استفاده از یونیتی شما میتونین بازیتون رو به خیلی از پلتفرم‌های مختلف و مثل ویندوز و نمیدونم کنسول‌های مختلف اکسپورت کنین و خیلی از در واقع دیولپرهای موبایل بازی‌های موبایل در واقع از یونیتی استفاده میکنن. در کنارش یه گیم انجین دیگه هم هست که 100% میشناسید، آنریل انجین هستش که در واقع واسه دیگه خیلی متخصص های یه جوری میشه گفت در واقع بازی ساز از این در واقع برنامه از این گیم انجین استفاده میکنن که مختص بازی 3D و اینکه خب نمیشه گفت واسه اونایی که تازه میخوام بازی سازی رو شروع کنم و هیچ سرشتی ندارن از این موضوع، به نظر من خب خیلی سخته بخوام با آنریل انجین شروع کنم. بازی خیلی در واقع معروفی با آنریل انجین ساخته شده که خیلی مثلا به طور مثال بگم آرکام نایت یا گیرز آف وار اینا همه با آنریل انجین درست شدن. ولی خب نگاه کنین اگه میخواین شروع کنین به نظرم با یونیتی شروع کنین خیلی بهتره، چون یونیتی زبان برنامه نویسیش شما میتونین بین سی شارپ و هم سی شارپ استفاده کنین و هم جاوا اسکریپت استفاده کنین. دو تا در واقع زبان خیلی گسترده است که اگه یه جوری بشه گفت با یونیتی وقتی شروع کنید میتونین خیلی راحت بزنین توی جاده دیگه برین آنریل یاد بگیرید و خب با بازی خفن‌تری بسازید. نه اینکه با آنریل قطعا میتونی بازی خفن‌تری بسازی ولی با یونیتی نتونی، نه اینجوری نیست. ولی خب کلا آنریل میشه یه جورایی گفت یه ذره سخت‌تر یاد گرفتنش نسبت به یونیتی. خب امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه واسه شما عزیزان و اینکه امیدواریم که بازی خفن ایرانی بالاخره ان شاءالله در آینده بیاد و همون بازی کنیم و مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.